روزم طبق عادت همیشگیم زودتر رفتم همون. طبق معمول در لاک خوابیده بود. بهم تذکر داده بود که اومدی منو بیدار نکن. کل چراغا خاموش بود و فضا سنگین تر از همیشه. منم خیلی آروم رفتم دنبال کار خودم. تا حالا کسی رو جز خودم توی این ساعت ندیده بودم، ولی حالا یه آقایی رو دیدم که داره خودشو میشوره. سعی کردم عادی باشم. سلام کردم و یه گپ کوچولو زدیم. ازش خواستم پشتم و کیسه بکشه، ولی چون قدش کوتاه بود باید یه جا میشستم که دستش برسه. ریشه تقریبا بلندی داشت. نشستم روی نیمکت توی حموم. اونم شروع کرد به کیسه کشیدن و حرف زدن. گرم صحبت بودیم که سرمو خم کردم تا راحت تر کیسه بکشه، ولی یه چیزی رو دیدم که همه ازش حرف می زدن. اون آدم به جای پا سم داشت. عرق سردی روی بدنم نشست و شروع کرد به لرزیدن. پرسید چرا می لرزی؟ سعی کردم خیلی خودم رو کنترل کنم و گفتم خیلی سرده. انگار نه انگار که فهمیده بودم. آخه چرا از دفعش به باهاش دقت نکرده بودم؟ بدون این که نشون بدم ترسیدم خودم رو شستم و اومدم بیرون. قشنگ معلومه ست سکته رو رد زدی داداش. بعد از اون دیگه اون مرد رو ندیدم. وقتی به دلاک گفتم که اون روز کسی رو دیده یا نه، اونم گفت هیچ کس رو ندیده. الان که به 80 سالگی رسیدم به خودم میگم چقدر دل و جرأت داشتم که بعد از اون ماجرا بازم تنها میرفتم به اون مکان شوم.